ارتباط مؤثر یکی از مهمترین مهارت‌های زندگیه که میشه اون رو یاد گرفت. با این حال برای یاد گرفتنش تلاش زیادی نمی‌کنیم. اگه میخوای ارتباط بهتری توی زندگی اجتماعی داشته باشی یا ایده‌هاتو یا فکرتو توی محل کارت پیش دوستات یا جنس مخالف به شکل بهتری انتقال بدی، ادامه ویدیو رو از دست نده. 1. مراقب زبون بدنت باش. با رفیقت رفتی بیرون و قراره که یه گفتگو با هم داشته باشید اما دست به سینه نشستی، یا اینکه به حرفای دوستت گوش میدی اما هنوز داری به صفحه گوشیت نگاه میکنی. این نشونه‌های غیر کلامی اغلب بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی احساساتت رو بیان میکنه. برای اینکه ارتباط غیر کلامی بهتری ایجاد بکنی میتونی اون لحظه به انگشتات فکر کنی و برای اینکه بتونی توی جمع حرفتو خوب بزنی یه ژست قدرتمند به خودت بگیر که اعتماد به نفست رو بیشتر کنه. یا باید یاد بگیری زبون بدن افراد رو سریعتر بفهمی و با توجه به اون حرفت رو جهت بدی. 2. از شر کلمات مزاحم راحت شو. کلمه‌هایی که حرفتو قطع میکنه رو بنداز دور. کلمه‌هایی مثل یا خب. اگه میخوای قدرت تاثیرگذاری حرفات بیشتر بشه، این کلمه‌ها رو استفاده نکن. یه راهش اینه که وقتی داری حرف میزنی توجه کنی کجاها میخوای ازشون استفاده بکنی و همونجا مکث کنی. به جاش وقتی میخوای حرف بزنی و نیاز به فکر کردن داری، میتونی سکوت کنی و سکوت رو جایگزین اون کلمات بکنی. و وقتی میخوای حرف بزنی دستاتو از جیبت در بیار و خودت رو براش آماده کن. 3. دستنویس آماده کن. مکالمه‌های کوتاه و تاثیرگذار هنریه که هر کسی اون رو نداره. اگه وقتایی که با کسی هستی که نمیشناسیش یا نمیدونی راجع به چه چیزی باهاش حرف بزنی و ساکت بودن کنارش معذبت میکنه، میتونی از یه دستنویس استفاده بکنی و توش موضوعات مختلف رو تیتروار بنویسی یا از روش فورد استفاده کنی. یعنی که اول یک سری اطلاعات بدی راجع به خودت یا هر چیز دیگه‌ای و بعد موضوعاتی که با هم اشتراک دارین رو پیدا کنی و سلام و خدافظ برسی به یک گفتگوی مفید و طولانی‌تر. این کار در طولانی مدت برات لذت بخش میشه و همین کار خودش باعث میشه اعتماد به نفست حین حرف زدن با غریبه ها با دختر یا پسر بیشتر بشه. 4. استفاده از مثال و داستان کوتاه. حین حرف زدن همیشه مثال یا داستان به ذهن آدم میرسه. این خوبه چون میتونی اونا رو توی گفتگو استفاده کنی. این کار بهت کمک میکنه مکالمه طولانی تری داشته باشی و با طرف مقابل صمیمیتر بشی. هم کمک میکنه راحت‌تر حرف بزنی چون کلیت داستان یا مثال رو بلدی و میتونی راحت‌تر توضیحش بدی و هم اینکه میتونی طرف مقابل رو راحت‌تر متقاعد کنی. 5. سوال بپرس و تکرار کن. بیا صادق باشیم، هممون وقتایی بوده که وقتی یکی داره حرف میزنه حواسمون پرت بشه. تو اینجور موقعیت‌ها بهتره راجع به قسمت‌هایی از حرفای طرف مقابل که متوجه نشدی سوال بپرسی و کلمه آخری رو که گفته تکرار کنی. این کار هم باعث میشه این حس رو انتقال بدی که به حرفاش خوب گوش میکنی و هم باعث میشه طرف مقابل باهات راحت‌تر باشه. 6. مختصر و مفید حرف بزن. برای اینکه بحثت به بیراهه نره همیشه سعی کن نکته اصلی رو به شکل خوبی انتقال بدی. بعد از اون میتونی در ادامه شروع کنی گسترده‌تر حرف بزنی، راجع به چیزهای دیگه‌ای حرف بزنی. قانون 7C تشکیل شده از 7 نکته مهم توی گفتگو که همشون با C شروع میشن و همون مفید، مختصر، ملموس بودن، درست بودن، منسجم بودن، کامل و صمیمانه بودنه. سعی کن 4 موردش رو حداقل توی گفتگوهات و نوشتهات رعایت کنی. 7. واقعا گوش بده. این کار کمک میکنه طرف مقابلت هم وضعیت رو جدی بگیره و وقتی نوبت به تو میرسه که حرف بزنی اون هم ناخودآگاه به حرفای تو بیشتر از قبل گوش میده. تو این موقعیت ها سرت تو گوشی نباشه، همیشه بین حرفش نپر. ارتباط چشمی برقرار کن و خودتو با چیزای دیگه سرگرم نکن یا به جای دیگه نگاه نکن. اما شاید نشه همش رو رعایت کرد، ولی اگه گهگاهی سرتو از گوشی در بیاری و بهش نگاه بکنی میتونی توی ارتباط گرفتن به مرور بهتر بشی. در آخرم این چند تا حرکت رو که میگم تمرین کن. 1. به چشمای طرف مقابلت نگاه کن. 2. سعی کن خسته و بی‌حوصله به نظر نیای. 3. حتما ورزش کن. 4. تون صحبت نکن. 5. وقتی عصبانی هستی صحبت نکن. 6. تون صدای خوبت رو با تمرین کردن پیدا کن. 7. قبل حرف زدن بدون که راجع به چه چیزی میخوای حرف بزنی. 8. سعی کن از این به بعد بیشتر بری بیرون. پیاده روی کنی و توی محیط‌های اجتماعی مثل پارک، رستوران، سینما، سالن ورزشی، فروشگاه و جاهای دیگه بری. چه تنها چه با همراه. امیدوارم این مطالب به دردت بخوره و ویدیو رو لایک کنی و اگه از این سبک ویدیوها و موضوعات روانشناسی و فلسفی خوشت میاد حتما به کانال سر بزن و برای حمایت کردن از من کانال رو سابسکرایب کن. تا ویدیوی بعدی مراقبت کن.